خب با بازی اتلتیکو رئال شروع میکنیم که رئالیا اومدن از مارسلو تقدیری کنن، ولی در عمل میخواستن خایمالیش کنن که بیاد دفاع چپ وایسه بلکه بگاهیشون کمتر بشه. عشق و محبوب آنچلوتی یعنی شومومنی یه پنالتی به اتلتیکو داد که آلوارز در رئال زد و در برگشت و نیمه دوم تونستن رئالیا یکی از گلا رو جبران کنن و توسط امباپه فرو کنن تو اتلتیکو، ولی بازی با نتیجه 1-1 به پایان رسید و جفت تیم کیر شدن. یکی دیگه از بازیایی که انجام شد تو لیگ ایتالیا بود، میلان و امپولی، که میلان تونست با نتیجه 2-0 شکست بده حریفو. بازیکنایی مثل خیمنس و لیاو تونستن گلای میلان رو بزنن. خیمنس خرید جدیدشونه و فوق العاده بازیکن با کیفیتیه. میکنه از باشگاه نمیدونم کدوم کسچری بود، از پی اس وی انگار خریدنش. خلاصه که فعلا کنسیسا داره تو میلان خوب میتازونه، ببینید تا بعدن چی میشه. در جام حذفی انگلیس هم بازیایی انجام شد که سیتی تونست با نتیجه 2-0 تیم لیتون رو شکست بده، تیم کسچر دست سومی که گل اول مدرسهشون خوردن کسخلا، ولی در برعکس تونستن با گل‌های کوسانوف و دیبروینه بازی رو ببرن. که دیگه از بازی‌های جام حذفی انگلیس هم بازی چلسی و برایتون بود که طبق معمول چلسی رید و برایتون درشون رو زد. بازی لورکوزن و وولفسبورگ هم تو لیگ آلمان انجام شد که به گاهی‌های ژابی آلونسو همچنان ادامه داره و بازی با نتیجه 0-0 به پایان رسید. تاکتیک‌های ژابی آلونسو رو ویدیوشو ساختم، حتما ببینید، خیلی جالب شده. خب بریم سراغ بازی‌های یکشنبه که بازی حساس بارسلونا و سویا یکی از بازی‌ها بودش. بارسا تونست با نتیجه 4-1 سویا رو بگادش. گوی هانسی گاینده فیلیک تیمایی که سفید میپوشن و روشون بد جور حشری میشه. خلاصه لواندوفسکی گل اول رو زد و وارگاس جبران کرد. بعدش فرمینو نمیدونم کدوم کسخلی بود، اریک گارسیا و رافینیا گلای بعدی بارسا رو زدن. تیم اسپانیول که فقط مأموریتش امتیاز گرفتن از رئال و بردن اونا تو بحران بود، 2-1 بازیشون رو به سوسییداد باختن. لیگ ایتالیا تیم ناپولی در بازی حساس و مهم 2 امتیاز رو به گای سگ داد و با اودینزه 1-1 مساوی کرد. جام حذفی انگلیس هم تیم دست دومی پلیموس با رتبه 24م صدر جدول انگلیس رو در لیگ برتر یعنی لیورپول رو حذف کرد و شاهکار کرد. خلاصه پشمای جهانیان از این باخت لیورپول ریختش و اونورم تاتنهام با نتیجه 2-1 به آستون ویلا باخت و طبق معمول سیکش از جام‌ها زده شد تاتنهام. دوشنبه قراره بازی حساس اینتر و فیورنتینا انجام بشه که اینتر رتبه دوم جدول داره و فیورنتینا امسال فوق‌العاده کار کرده و رتبه ششمه. سه شنبه هم که شاه ماهی بازی‌های لیگ قهرمانان یعنی سیتی و رئال مادرید با هم دیگه بازی دارن و بعد ببینیم کدومشون به مرحله هشتم نهایی صعود میکنن. البته بازی رفت و بازی تو الاتحاد برگزار میشه. بیلینگام، مودریچ، شومنی، کاماوینگا و آندریک اگه کارت زرد بگیرن بازی برگشت و برنابئو رو از دست میدن. یوونتوس هم با پی اس وی، پاریس هم با برست و دورتموند هم با اسپورتینگ بازی دارن که باید ببینیم کدومشون میتونن شکست بدن حریفاشونو.